همین فلسفه زندگی. ما در سیمای علاوالدین تمام خادمان تئاتر ولایت را میشناسیم، اعتراف میکنیم. دیگر هستن کارمانده که علاوالدین خودش امروز در جمهوری یک است. علاوالدین هر یک صحنه ایجاد میکند در اصل صمیمی و بسیار جدی آمادگی میبیند. من از چند نفر پرسان شدم که آیا در ایجادات علاوالدین شما وقتی که دایر بر لهجه یک منطقه جمهوری تاجیکستان ما سخن میگوید یگانجا خطاگی گراماتیکی دارد یا نه؟ اکثریت پرسیدگی های ما از همون مقام ها و من جواب دادن که نه. حتی در نیویورک یک نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان ما در شهر نیویورک در سازمان ملل متحد کار میکند، بازیچه محمد امین خودش شغنانی است. از اون پرسان شدم که محمد امین شما گپ زدید و همین علاوالدین بسیار صحنه‌های حجمی دارد نسبت به مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان. همین از لحاظ لهجه زبان یگان جای خطاگی دارد. با درجه سطح بلند ایجاد میکند، سخن میکند از مردمی بدخشان خوبتر و بهتره. مخصوصا پیاله چای میگیرد و یانباش کرده چای بگیر معلم چای بگیر. پیاله خالی را همین که سری دانه زده میگیرن اما چوپان و عمود و یا همین چیز داره. کدام سرگذشت را گپ زنم بسیار دوستش می‌دارم. علاوالدین یک صحنه‌چه نوی تئاتر دیگر حجمی پیشنهاد کرده بودند درباره همون مولای غازی ملکی. خب پیشنهاد کردم بسیار عجایب است. زور زدم همون زدم ما میگیم زور زدیم با زور تو دانشت خونده تو باشه. شما همینجا اما شما برای این معنیش باید که برای تلفظش اهمیت نمیدید. چون که این تنها در همون غازی ملک در همون دیه هم میگفتن، در دیگر جا نی. یک هفته رفته در اونجا زندگی کرده، همین پولی دریای وقت میگذاریم دیه اول یک هفته زندگی میکنن، لهجه همون محل رو میآموزد، معاشرت میکرد که مولا چی صحبت میکرد، چی معامله میکرد، معاشرت میکرد، گر میزد، میآموزد. یعنی سیر با آن درجه سطح بلند کسبی بگه که همون محل صحنه‌چه را با وای مونده است. صحنه‌چه بسیار وای بود، هست این کارا حیاتی هست. این تنها یک خنده نیست، یعنی کمبودی ها را برطرف کرده. معنای او را دارد که این چی است؟ مثل مولایی که نو در اینجا برآمد کرد در اینجا مقصود چی؟ لقبش چی بود؟ مقصد حمدالله ها بسیار در جمهوری تاجیکستان است. این خیلی حمدالله ها بسیار احسن میارزد، به همه چی میارزد. من یک جا تشکر میگم.